سلام، ما منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستین تندرست و دلشاد باشین. 6 صبح شنبه 8 تیر ماه 1392 خورشیدی در ایران است. برابر با 9:30 جمعه شب 28 جون یا ژوئن 2013 میلادی در واشنگتن. شنونده و بیننده رادیو تماشا هستید، رادیو تصویری صدای آمریکا. در این برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا پس از پخش مشروع اخبار جهان، در برنامه هفتگی پروفایل دکتر مسعود هارون مهدوی راجب پیشبینی خود در دولت موقت در جمهوری اسلامی ایران توضیح می‌دهد. فضایی که من میبینم و سیستمی که پیش میره و طرز فکر به نظر من قصد سازندگی جامعه ایران نیست در کار، چون این با وضع موجود جهان با هم همخوانی نداره. و البته بیش از اینها، اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست. همونطور که با برنامه‌های صدای آمریکا آشنا هستید، این رسانه هر از گاهی چهره‌هایی رو معرفی می‌کنه که به هر شکلی سهمی در تاریخ تمدن بشر داشتند. دکتر مسعود هارون مهدوی جوانترین شهردار در ایران دوره محمد رضا شاه پهلوی بوده و همینطور قائم مقام وزیر دفاع در صنایع نظامی در دولت موقت پس از جمهوری اسلامی که اکنون مقیم آلمان است. بخش نهم گفتگو با دکتر مهدوی رو امروز میشنویم و بخش‌های بعدی شنبه‌های آتی تقدیم می‌شود. پدر من انتظام الممالک رئیس تشریفات دربار ناصرالدین شاه بود. 10 سالش بود از اصفهان اومد به تهران. پدر منم سرهنگ بود، عموم سرهنگ، همه نظامی بودن. پدر مادرم همینجور. ولی آریانپورها خیلی دنبال علم رفتن. بله، آریانپورها همشون سالها زحمت کشیدن. اکثر دیکشنری الان فرزندای اون پروفسور عباس آریانپور که مدرسه عالی ترجمه رو چیز کرده الان در سانتیاگو هستن، اونجا به این کار مشغولن. و پسرخاله من دکتر امیرحسین آریانپور، دریادار هوشنگ آریانپور همینطور. بعد مهرداد مرحوم شادران مهرداد مشایخی که نوه خاله منه. ضمناً اخوی ایشون دکتر آرمان مشایخی که جراح چشم در فیلادلفیا است، با دختر خواهر من ازدواج کردن. دختر من خیلی نقاشه، الان در آلمان به این کار مشغوله. تحسین برانگیزه که ریشه‌ای تمام شاخه‌هاش انقدر پربار. لطف شماست. خود منم نقاشی میکنم. الان یه تابلوی که خدمتتون تقدیم کردم، پاسارگاد و تخت جمشیده که کشیدم که در ارتباط با انسجام جامعه این تابلو کشیده شد. برای من آرام بخشه نقاشی. خب دکتر، پس هرچند شما هدفتون ساختن و مدیریت کشور بود ولی نشد که در رژیم جمهوری اسلامی کار بکنید، در همون دولت موقت دست از کار کشیدید و بله، چون فضایی که من میبینم و سیستمی که پیش میره و طرز فکر به نظر من قصد سازندگی جامعه ایران نیست در کار، چون این با وضع موجود جهان با هم همخوانی نداره. این کار عملی نیست. به همین دلیل من تصمیم گرفتم که به اتفاق خانواده‌ام به کشوری که تحصیل کردم و خانومم از اونجا هست به آلمان برگشتیم، به همون شهر مونیخ. و خوشبختانه من تونستم در همون زمین رشته‌ای که تحصیل کرده بودم وارد کارخانجات BMW یا BMW میگید اینجا، نمیدونم. بله BMW بشم و در زمینه همون قسمت طراحی کاروزری اتاق ماشین و مهندسی اونجا به کار مشغول شدم تا اینکه اخیراً دیگه من چند سالی بازنشسته شدم. دکتراتون رو کجا گرفتین؟ چی شد که رفتین دنبال گرفتن PhD؟ والا مسئله این بود که من حساب کردم که زمینه مهندسی ماشین یک قسمتشه، یک قسمتش هم به حساب انگلیسی میشه بیزنس ادمنستریشن یا مدیریت بازرگانی. اینها با هم میتونه همخوانی داشته باشه. به همین دلیل من رفتم مهندسی ماشین رو تو آلمان میگن ماشیننباو، یعنی ماشین سازی. معادل دقیقش چی هست؟ چه رشته‌ای هست در ایران؟ همون مهندس مکانیک میشه. تو ایران ما نداریم، جوردیش نداریم. همون فرق نداره. یعنی این مکانیک هم که تو ایران میگن مقصود نیستش که مکانیک ماشین باشه، تعمیرات باشه. تکنولوژیش بله، تکنولوژیش هست. این بازرگانیش رو هم گرفتم و بعد
سعی کردم که در جامعه آلمانی وارد بشم و به مسائل سیاسی اونجا هم آشنایی پیدا کنم و به همین خاطرم اونجا تونستم که با یک بنیاد معروف به نام بنیاد هانس زایدل که این قبلا نخست وزیر بایر بوده 20 سال پیش وارد کار شد و از طریق همون بنیاد ما اومدیم طی یک کنفرانس مطبوعاتی سازمان حقوق بشری که من به ثبت رسوندم که این سازمان زندگی کنن غیر انتفاعی است. این سازمان ما اومدیم به ثبت رسوندیم و شروع کردیم کار و این سازمان الان مدتی است که یه نشریه میده بیرون به نام دنکمال، فارسیش میشه فکرتو به کار بگی. این تنها نشریه آلمانی است که اختصاص داره به نامه‌های وارده، یعنی تمامش نامه‌هایی از کسانی که نسبت به جامعه نظریاتی دارن که در بهبود جامعه فرق نمیکنه چه آلمان باشه چه ایران باشه چه هر جای دنیا باشه ایده هایی دارن، ما اینو مطرح کنیم. شخصی نباید باشه، جنبه عمومی داشته باشه و این اشیا الان با همت چند نفر از هم ژورنالیستای معروف هم شخصیت‌های آلمانی مثل سفیر سابق آلمان در ایران که سفیر بوده در فرانسه آقای یواخیم شولر که وزیر مختار بود و آقای مثلا ویلهلم دیتل که یکی از ژورنالیست‌های معروف فوکوس و اشپیگل بوده، یک همچین کسانی اومدن اعضای هیئت تحریریه تشکیل میدن و مسئولیت به سردبیری این نشریه با منه. نشریه جالبیه. بله. مؤسس کلوب اسمش آلمانی من درست ممکنه تلفظ نکنم، یه کلوبی هم مؤسسش بودین، کلوب لاینز. من اونجا کلوب لاینز پرزیدنت این کلوب شدم در آلمان. این صدای آمریکا در واشنگتن است.